امام شافعی رحمه الله می‌فرمایند هنگامی که بخشیدم و نسبت به کسی در قلبم کینه‌ای نداشتم، خودم رو از دشمنی‌ها و غم‌ها راحت کردم. زمانی که ما یه شخصی رو میبخشیم، این به خاطر اینه که خودمون رو از زندانی به اسم غم و دشمنی آزاد میکنیم. و یکی از راهایی که الله متعال ما رو ببخشه اینه که ما هم جرأت اینو داشته باشیم که گذشت کنیم و ببخشیم. الله متعال در قرآن کریم میفرماید ولیعفو ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لكم. باید گذشت کنید و ببخشید. آیا دوست ندارید الله شما رو ببخشه؟ سلام علیکم.